صحنه اول یه خونه قدیمی توی یه کوچه باریک در محله صلح آباد شهر بوشه. جنگ به اوج خودش رسیده و صدای آژیرهای خطر آرامش رو از شهر و مردمانش گرفته. مادر و زینت توی خونه نشستن و جواد روی پشت بوم توی بارون شدید در حال تنظیم آنتن تلویزیون. تلویزیون فارغ شدم ننه باید سایی نفسی بخورم چش اینقدر زیر کار در نره جوادو فعلیگی نزن زینه تو ادب داشته باش خود ادب داشته باش جوادو مخصمه اینقدر رو اعصابم برمون چی که تو خستی؟ میگی ما خسته نیستیم ها؟ جواد ننه زینت به دل گتره احترامش میگی او احترام ما میذاره ننه والا اگه موجه جهت رو بیدم تا حالا شیش تلاغش کرده بیدم غلط تو خدستره جوادو باشه غلط میکنم خدسترم حالا ننه کجا به سلامتی؟ ننه ازت پرسید کجا میخوای بری؟ مسترا ولی اگه رفته قبل شیر محمد کو واکو با گمونم او رفته باشه چشم ننه چشم و او سیم تلفن کو هم قطع عزیز اونم فصلش کنه باشه ننه چشم فقط سی خاطر خدا نه سی خاطر بعضی اصلا شما دوتا این سه و گولی هستید بموشه ننه تقصیر خوشم زینت ننه جوونه غرور داره چون جوون و غرور داره من خودبازی در بیاره تقصیرتو نمیسی پروش کردی تموم ننه الان تلفن بگو آزاد داره خب برم دیگه تا دیرم نشده کجا میخوای بری؟ به فضولش مربوط نیست ننه اگه زدمش بند نیست که زدیشم آدمش میخواد دست ما بلند داره ننه چه این خیلی بازه؟ یه چای نیستی ننه بیست؟ ننه میگم واقعا به چند ترگت کردی ماشالله هزار ماشالله روی آقا الان راضیه اصلا شما دوتا خستم کرد از کوچکی زدین تو سر کله هم دیگه نمیخواین دست بکشید نمیخواین ننه تمومش کنید ننه می چه گفتم یه سوالی بیشتر پرسیدم ننه امشون شیفته میفهمی شیفته میشو شیفتی ننه چی ننه جای همکاراش برسیده توی اوضاع خراب بله خونم دارم فکرشه ننه نمیدونم ننه جوان ننه میخوای زنگ بزنم امشه و سیاقه موریدی ننه شیف همه جا دارن آژیر خطر میزنن ننه دلم فکرته ننه نمیتونم ننه زشت قبرشو دارم ننه نباید از قول میدادی باید تو بحثی ما میگفتی دیگه نمیشه خب هر وقت میخواد جیم بزنن تا میلن جای خوشو تو هم خود نقی در نمیام بلد نمیدی بگی ما هم نرم و دلم تو خونه تن اصلا نمیتونم بیام نه بلد نمی خب من میفهمم سیمرزه همیه که دیواری که خاطر تو پیدا نکردن نه سیمرزه همیه که وقتی میخواد جیم بزنن فقط سیپتا میگن نه فکر چیزی تو میگن سیمرزه که تو خونه زبونت یه بغنه سره خونه تو سرت هم بزنن صدا در نمیاد خیلی تون میگی از زینت خانم همینطور در استخوات میباری یا میباری؟ نه موخم باید زنگ بزنم سیاقه موریدی به چند قل کنه بره زیر تیر و ترکش بعد خب اینجا کنار بخاری میشینم نه والله دلم راضی میدنه سیچه و بیچک میکنی ننه جونا تیر و ترکش کجا بید؟ خود توی سالت دیدی خود دو هواپیما میاد بالا سر بوشهر دوری میخوره نمیره دوری میخوره نمیره اوراقه ما تو بلد نه ننه جونا خبری میاد خبری نیست چنانم دم دقیقه هواپیماهاشون رو سر هلیله و نیروگاه دور میخوره ها هر دقیقه صدای آژیر خطر میاد ها بعد تو همین
مجدد منشور شیفت خمنی جای هفته احمدی شیفتم امشو زنش وضع هم داره خونش هم باید بگم اگه مادرها کسی نیجاش میسه همین فهمیدی یا بازم بگم سیدم بطره کف سرم میافرسی زینتو اول صافری ما برام نه دیرم شده نه نه نری اونجا سیل آسمون کنی تخمه بشکنی و به دوست و رفیقات مسخره بازی در بیایی نه چه؟ تخمه بشکنی و سیل آسمون کنی و مسخره بازی در بیاری؟ ای دنیا و خدا رفیقات دیگه دارم خود چی نگفتسی چه اینجوری میکنی یا؟ حرفی نزدم دوستش خود اعصاب خود نه میخوای که با اعصاب خود بشه اونجا که رفتی سرپناهی چیزی بگی نه تا ما همینجا تو خونه برم فکرت نباشی چشم بفرمایید شما خدا حافظ بینگه زینت حلال بعد رفتن ما کسی حق نداره دست بگو کلون خوب بزنه ها خب بستن نمیخوای از حرفا بزنی خدا حافظ نه برو دست خدا نمه کی برمیگردی نه؟ فقط اسم زنا بعد در رفت سیغر کرده مری تو خونه ما همش مردا غر میکنن و از شاعر آمی هم اکوکام دو کلو باش حرف زدم لانش کش گرفتیم نه تو هم خیلی خراب باش گپ زدی نه از داری دنیا یک کار بیشتر نداری نه نکو یه جور ازیفش نه خوبه والا ناصرامیتی ما دیده گترش شما بعدشم من خود دیدی چطور حرف زد با اون خجالت بکش نه توی چیش سفید یه کاری کردی که اصلا احترامت نمیده خیلی احترام تو میله نه معلومه اصلا تو بلد نیستی چطور باش گپ بزنی یه جونم چیشمی یه عزیزمی همینطور کردی که شوهر تمغه میزده رفته نه اسم جعفرونه یارو خواستن آدم نی هیچ که آدم نی زینت خانم اصلا میدونی چه یه اخلاقت عین اون نجات خدا بیامرزه انگاری تو کمو در اومده نه تو کمو دست بکش از اخلاق تونده میبینی اصلا اصلا نشون نه تلفن کنم درست کنم دوره به چند بگردم که درستش کرده رفت الو سلام ممنون چطوری؟ نه سلابادی خبرم خود میبینی نه کجا؟ تو مطمئنی جعفر رو بی؟ سیمزه هم یه میگم تاومش کنم بهتره نه منتها این ننم نمیله باشه فعلا خدافز حتما باید از کولی بازی در بیایی همه ازت بفهمم رین نبید میگفت خوش بچشه خوش دیده که جعفر رو یه سری سوار ماشین کرده میخوای سوار نکنه نه زهر مال نه شوهرت مسافر کشه نه مسافر سوار میکنه حتما توقع داری روی کاغذی هم بنویسه ورود خانم ها ممنوع بذاره پشت ماشین نه این طرفداری جعفر رو نگیرم از کجا معلوم کاریسی درستی میده ها نه از کجا معلوم کاریسی خرابی میده نه نکویی تو دختر نکو شوهرت داشته بود زندگی به چسب نکو نه اینجوری دست از اخلاقتان بکش نه یا خدا انگاری چیز نه زنگ بزنه ببینیم جواب رسیدی یا نه صحنه دوم مدتی از رفتن جواد میگذره اما هنوز خبری ازش نیست. بارون شدیدتر شد و مادر استرابش بیشتر و هر لحظه منتظر یه تلفن یا اثری از جواد. زینت هم با کف دست بر روی تلویزیون قدیمی صداش من میده. میخوام بزنم اخبار ببینم
ای جنگ فکرم که جنگ اومده زیر گوش خمون نره خدا لعنت کنه اون صدا دایی هنوز این هم گوشی برداشت یازه تماس کوکار نره جواد نره این دیگه خیلی نزدیک بی انگاری تو خود سهرآباد بی خب برقام رفت بگو سی چرا شمشیر قبول کردی زنگ سیش نمیزنی نه این نشیدی چه گفت تلفن‌هاشو قطع کردن فقط تلفن دژبانی بسته من بخوام زنگتو میزدم الو 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 شاید بابا جعفر اومد الو 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 جواتونی مردم از فکر و خیال است چه جلتر زنگ نزدیا دویانتونی الان میشیم بزنم این صدا کنو در میارش دارم الو سلام کوکا میگم زنگ زدم جواب ندادیم کوکا دلم فکر تو افتاد کوکا عزیزم میگم زینت دای احمدته میگو همه شمشون دم شدن خونه نسیم خانم چه عادت نه چی میگی نه همون جرد نمیکنم پا مدن خونه بیدم سهرا اصلا نه میگم کوکا جوادم شوشی همین شو رفته شیر کوکا چه بگم کوکا میگم کوکا آماسیش گفتم همه از دم دژوانی تکون نخور میگم کوکا دژوانی خو نمیزنم کوکا اگه بزنن اکتوری رفتور نه رفتور کوکا ما هم خمون دوتا امشب نشستیم اینجا دوتایی باید باشه کوکا کارون بیا نه کوکا برو دست خدا کوکا جاش کجا منه جای اصلیش کجا منه سیاره ننه با بودش با یادم آمدش صحنه سوم انفجارهای پی در پی و مداوم گوش و حواس را از اهالی خانه و مردم شهر گرفته. زینت سعی در آروم کردن مادرش داره که مدام زیر لب صلوات جعفر اگه میخوای حرف بزنی بزن وگرنه مجبورم که تلفن کو بین ما جعفر الو بابا نمیده اصلا بودم نه
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ننم میگونه داریم بهش بگو سبزی ماهی چطور میخوام خیلی ماهی درست صل علی محمد و آل محمد. میگم دیگه همه سکنه تا انده بقالی سازی ماهی کجا بیام برو بقالی بخرش خود حوصله‌ام نبود برم تا سر کوچه بقام که رفته بود میگم ای کاش یادم میرفتا تو پلیمان نیفتاده تو سراتو خاله نه سبزی داریم نه زرچوبه داریم اتوپی هم که میگی افتاده تو سرمون ما صاف خورده تو کله ما. الو جعفر ما میفهمم خاطیا الان که جوابمون نمیدی نمیتونی خود قایم کنی جعفر اگه بعد خلقی کردم ازت معذرت میخوام میفهمم که بیتون رفتار کردم ولی جعفر الان وقت قرد کرده نیا جعفر جواب امشو رفته شیفت از وقتی هم که رفته هیچ خبری ازش نیست اخبار میگو نیرو گاز دادن ها اوی نه نیروگاه زدن. اوی نه خود نیروگاه نه منظور هلیگی جعفر مانه خونه تنهاست زلمو میره با جعفر بیرا هر که دوست داری بردار بیو جعفر میشه کو به این دختر میفهمی چه؟ اصلا ما دوست دارم عاشقتم تو فقط بردار بیو جعفرو الان چی جوابمو نمیدی؟ ها؟ جعفرو نه دیگه جوابمو نمیده بگی الو جعفر نه سلام. الو جعفر نه سلام عزیزم. ها نه خون دوست دارم بردار بیا خونه نه اصلا گوش حرف این دخترون نکنه نه این اخلاقش گنده کارش نداشته بود نه ها بردار بیا دلم فکر جواد نه ها عزیزم برو دست کنه شوف نه بیا یا نمیام چه زیر سر خون نه کیه نه برو جعفر. برو سلام تو کی زنگ زدی کی اومدی سلام باجه سر کیسه بیده ما سلام عزیزم دور قد و بالات بگردم نه بیرون چه خبر خبر نداریم حمله ویکند ما بوشه نیروگاه رو زدن تو آسمون بوشه غلغلن فقط شانس بیاریم خیلی دیگه نزنه زینت حالم میمردی میذاشتی برسی بعد اخبارت میگفتی جواد امشو شیفتن وقتی هم که رفته هیچ خبری ازش نیست تو باید مکسرش خراب بیدی که امشو رفته سر کار اولا سر ما داد نزن دوما امشو شیفت خوش نمیده اینجا هم کارش رفته این چشم روشن نبیمون خراب شده بس که خود جواد از کویت زدی قطر سیف فوتبال و فیلم اندی کردی نه خرابش کرد زینت ممکنه باشه نه ولی اینا کنن حالا چطورم بسری حالت خوبه جعفر خیلی خوب شد میدیا اصلا یه دلشوره عجیبی تو دلم نمیفهمم بزی که پنجره نویس ممکنه که موج انفجار شیشه ها رو خورد کنه تو شیشه نه نترس حواسم اسی میدون چسب داریم همون برام پای سجاده باشه نه چسبم داریم بری چسب دیشتر میگم چسب دیشتر بزنم به شیشه ها که خوردشو دارینا این خود توی شخصیه سختن پیدا کرده میفهمی وای نه زینت چسب اینجا اگه جوادم زنگ زد خبرم کنه باشه نه صحنه چهارم زینت به همراه همسرش جعفر در گوشه ای از اتاق نشستند و مادر همچنان در انتظار تلفنی از جواد. میگم تو چه ساکتی چه بگم؟ یه حرفی بزن گوش نمیدم مرسی که یه حرفی زدی
جعفر بیرون چه خبر بی؟ عجیب خیابونا خلوت شده بی. خب سینی کنار خیابون زهره ترک شده بید و گریه میکرد. خب ما هم سوالش کردیم. دیگه چه ادامش؟ ادامه نداره، رسوندمش بازرات بره خونش. خب صندلی عقب یا جلو؟ خب استاد میگم همراهم بی. ملیسی چه؟ اینو بخوام دادم سوار کنم بعد از تو اجازه بگیرم. نه دیگه ملیه اونجا چه میکرد؟ نکنه تا موقع مسافر کشی ملی هم پی خود زار میدی. اصلا حلقت کو؟ حس میکنم داری بازجویی میکنی یا؟ نه ما اصلا همچی منظوری نداشتم. میگم اگه خیلی ناراحتی ما تشریفم ببرم. ما ازت عذرخواهی کردم خب. چون تو خونه تنها بیدی زلت رفتی. واقعا که جواد زن خامسه باشین خامسه نمیتونشین جواد زن تلفن زنگ نزن تلفن زنگ نزن تو تیمون خیلی باش بد کم زده جعفر نه خوشنی باید ببریمش دکتر نه بلند و باید بریم دکتر نه بلند و نه یعنی چه نه میخوام اینجا بایستم تا جواد زنگ بزن ما الان میرم سیش قرص میارم. تو یخچال برو سیش بیار. بیا نه با خوار بعدش هم استراحت کن. اگه جواد زنگ زد خمسید میگم یا اگه لازمی جعفر رو میفرستم طرف صحنه پنجم. مادر در اتاق بغل به خواب فرو رفت و جعفر در کنار زینت در گوشه ای از اتاق ایستاده و خلوت کرده. صدای ترانه عبدالحلیم حافظ مصری به گوش می‌رسید. گویی مجدد با آرامش و احساس زندگی به خانه حکم فرما شد. اما غافل از این که این آرامشی قبل است. حكايات على حسب وداد قلبي على حسب وداد قلبي على حسب وداد قلبي راح أمر اسمين سلامات على حسب وداد قلبي راح أمر اسمين سلامات سمت کو درستش کردی چه جعفر؟ خراب نبید فقط کمیتش کثیف بی. خب یا برو رادیو گوش بگیر تا اخبار چی میگه بفهمی. چشم عزیزم. عزیزم؟ عجیبن کلمه عزیزم از زبونت پرید بیرون. تو خواهی حرفا بلد ندی. میخوام از حالا به بعد جمله‌های قشنگ سیب بگم دیگه. همون مسخره خود کن. عجبا تو خود نمیشه جلو تو را بری نمیشه پای سره. عجیب دارم شروع جواب میکنم. میترسم زبونم به خدا اینه کرده پدهی سرش اومده باشه. سر چندن؟ دوانی بودن کی شیفتن؟ فردا سر 6 صبح. خب برمیگرده خدا بخواد فکرش نباش. جعفر بله خیلی دوستش دارم. الان میفهمم چقدر دوستش داشتم. کی؟ جوادم. جواد زن زنگ دیدم خور رفتی یه جلو نمیداره کنم میله جعفر مثل زینت گفتم بیدارت کنه اگه بخونه نم حالش خوشنی بخومسه بهتره نه نه گفتم این شم نامونه یه حالت رو جعفر نه روشن کنی کجا نه لیله نکنم میله میریم اونجا توی وضعیت تازه بیرون با تیفون همه پول برقام قطعه تو موقع بردش بانی بقیه از تایی خواب نه خطرناکه یه دقیقه سر پشت اخبار جعفر شنوندگان عزیز و ارجمند، به خبری که لحظاتی پیش به دستمان رسید توجه فرمایید. بر اثر حمله جنگنده های رژیم بعثی عراق
به نیروگاه اتمی بوشهر و بنابر آخرین اخبار ارسالی از محل واقعه حدود 20 نفر از هموطنان غیر نظامی و عزیزان همستانیمان به درجه رفیع شهادت نائل شدند. بنا به گفته استاندار بوشهر، اسامی شهدای این حمله وحشیانه تا لحظاتی دیگر اعلام می شود. همین گزارش حاکی از این است که این عزیزان در این مسیر الو کیستی صدات نمیاد بلندتر حرف بزن جواد تونی؟ جواده